او سلام علیکم بچه‌ها چی ما شایف رمضان همتون مبارک شه بچه‌ها خونه ارزون دیدین اخیان خونه نو با نو دیدین بچه‌ها ارزونی خونه را پروست میگم تون استراحتی بعد میکنین بچه‌ها چوز صغره اخلاقی را دیدنش دعوتنامه خطه بچه‌ها دعوتنامه اومده سه گرم میدونین داگجو خبر دارم پروست جاب باور کنیم پاتیشکو کو با مزه بعد بگی او نگو کو اوی پاستا یعنی سویتش پاست یعنی در سنتری گلبته قرار داریم بچه‌ها در سنتری گلبته قرار داریم بچه‌ها صغره اخلاقیون خونه را گرین بعد برایشون نرخی چوشتک میمونم خونه حوالیش 3 ساعتی خی 3 ساعتی خیز خونه را شوندون 4 5 در خونه پیش مکتبی 23 نه مکتبی کلون خلاصا سنترافو گلبته دیم بچه‌ها بگی چوشتک کیلوی تو بچه‌ها هم لایت پایت بزنین نیمه اسفالت ها درون خونه را بچه‌ها راه اسفالت این خونه برادر فورا پولش در کوره این برادر با همون خاطر خونه را به نرخ ارزان میمونمش پاتیشکو دانم تونجانو بچه‌ها گرین بعد خونه ارزانه این خیلی خونه ارزان دیگه ایگام ساید نمیوی دانم جانو بچه‌ها خونه فروشی داری تمام یا علیو کدی دویدیم اومدیم به پلی خدمت میکنیم گفت در پلش نیست همین سامیگلانی پاتیشکو نستنشون سوز شود دیگه هیچی در کار نیست انا اکنون نرخ خونه را نگاه کن که صاحب خونه میگه که اکنون نرخ نگاه کن پاتیشکو که صاحب خونه نرخ کم تک دیگه گفت ما گفتم که برادر عزیز دانم جانم همین بخوای که بگی شوا همین شوا نرخ 690,000 موندگیم پونی اورو ریمونت خونه‌اش ای با قدرت الهی هم ما ریمونت زمانویه نگاه کن یک خونه انا خلاصه یا ده خونه این ریمونتوش باور که این اسم نیست نگاه کنیم بچه‌ها در خونه اینه سیم خونه که پول نیک کتا بوده این دیولش بچه که کرپیچ پخته خطه برادرای عزیز دیولش با کرپیچ پخته بوده خیلی خطان دیده استین در پر هم مزموناور ابوی ایتالیانسکی زاگه برادرو ابوی ارگینال خلاصه اگه ببین سه خونه نشون دادم کلیدارش کلو نخشرو بوده نگاه کنید برادرو نرخشانی باورم کنه گنده ارزانده اینش یک خونه کتای دیگه بیرمون داشته شو زیامی خونه در استفادهش بودستم اینا چور در خونه حالیش 3 ساعتی بچه‌ها او سویچ پاستایانیه خلاصه سنتری گلبته پیشی مکتب دیگه اگم عذاب نمیکشی برادرای عزیز اپا خوراکو خدمت صغره اخلاقی برای شما دانم تونجانو این هم خدمت کوی مرا قدر کنین گرم هم لایت پایت بزنینش که باورم کنین خیلی دیگه خیلی خونه ارزان خیلی خونه خشرو فقط گفتم کو تو کانال صغره لذتی میابین باقی در پانو خدا باشه بچه‌ها این خفاس با فیلم کروز اشکوی میشه پشا برادرای عزیز نگاه کنین که یک چیز دیگه شفراموش کردیم با خونه پدوال هم داشته پدوال چا گفتم برای شما پیشنهاد کنیم اینا یک پدوال چای با مان یک خشرو که با مزه که داشته در پدوالشان او کشته بوده این ای بانیه شبینه اینا بانیه با مزه که دیگه الوهیده داشته باقی در پانوی الو باشه بچه‌ها زنگ بزنین اسپید کنین که خیلی این خونه را ممکن تو شب بخرنش زنگ زد بچه‌ها سپید که نمره صاحب خونه را میمونه